بعضی از هموطنان ندانسته هنگامی که یک هموطن ترک فارسی حرف میزند در تلفظ برخی حروف همانند قاف شروع به تمسخر می کنند. اما آیا می دانید زبان فارسی حرف قاف ندارد و این حرف از ترکی و عربی وارد فارسی شده است؟ کلماتی مانند قاشق، بشقاب، چاقو و غیره کاملا ترکی هستند که در زبان فارسی استفاده می شوند. کلمه قند را یک هموطن فارس زبان از دهان ما ترک ها به اشتباه گند می شنوند. چرا که تلفظ قاف در زبان فارسی امروز کاملا حلقی شده. اگه به زبان ساده تر بگوییم، هر کلمه‌ای که در زبان فارسی حرف قاف را دارد، کلمه فارسی نیست. در ترکی آذربایجانی امروزی نیز قاف شبیه گاف فارسی تلفظ می شود. همین تلفظ در برخی موارد موجب شگفتی فارسی زبانان شده و آنان این امر را دال بر عدم تلفظ صحیح به حساب می آورند. در حالی که این گونه تلفظ به ویژه در ابتدای کلمات حاکی از اصالت زبانی بوده و امری کاملا زبان شناختی و علمی می باشد. همچنان که فارسی زبانان حروف س، صاد و سین عربی را به یک شکل واحد تلفظ می کنند، در حالی که تمایز فاحشی در تلفظ این اصوات موجود می باشد.